بهترین عمل ایمان به الله است. ابوذر رضی الله عنه می گوید عرض کردم یا رسول الله بهترین عمل چیست؟ فرمود ایمان به الله و جهاد در راه او. عرض کردم آزاد کردن کدام برده بهتر است؟ فرمود برده ای که نزد صاحبش مرغوبتر و از قیمت بیشتری برخوردار باشد. عرض کردم اگر توانایی این کار را نداشتم؟ فرمود انسان کار آمد و ماهر را کمک نما یا نادان را دستگیری کن. عرض کردم یا رسول الله اگر توانایی انجام هیچ کاری نداشتم چه کار کنم؟ فرمود شرت را از مردم کوتاه کن، این صدقه است که به خودت می دهی. صحیح المسلم کتاب ایمان باب 6.